دوستان عزیز، آیا میدانید برای چی بعضی نفرها از قرض نجات نمییابند؟ قرض بالای قرض، قرض بالای قرض، از این قرض میگیرد به این میدهد، از این میگیرد به این میدهد. حیاتش همیشه درون قرض است. یکی از سببهایش را پیامبر صلی الله علیه و سلم 1400 سال قبل برای ما و شما بیان کردند. ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیحی که امام بخاری رحمت الله علیه از ابو هریره رضی الله عنه روایت کردند چنین فرمودند: من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه و من اخذ يريد اتلافها اتلفه الله. کسی اگر از مردم مال و اموال را قرض گیرد و قصدش برگردانیدن مال آنها باشد، الله تعالی از نام او برمیگرداند، یعنی الله برایش کمک میکند برای برگردانیدن. و کسی اگر قرض بگیرد و قصدش نیتی اتلاف است، نیتی برنگردانیدن است، اتلفه الله، الله تعالی او را تلف میگرداند، یعنی مال و اموال او را تلف میگرداند، هلاک میگرداند. الله تعالی او را از قرض هرگز نجات نمیدهد. ببینید امروز بسیاری نفرها وقتی قرض میگیرند پروای برگردانیدن قرض را ندارد، به قول ماشین شده رفتند.